با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 159مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. و اما بالاخره آقای بزرگ پس از هفته ها دوری از منبر، هفته گذشته یک سخنرانی درخور توجه بیان فرمودند. در برنامه این هفته به سخنرانی هفته گذشته شخص اول مملکت پرداخته می شود و در این بین اخبار دیگر از قبیل میزان وابستگی کشور، میزان عزت ایرانیان و اوضاع علم و تحصیل علم در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. چهارشنبه هفته گذشته 28 مهر ماه آقای بزرگ بعد از هفته‌ها سکوت یا انجام سخنرانی‌های یواشکی بالاخره در حضور دوربین‌های تلویزیونی سخنرانی کردند. این برای من یک توفیق استثنایی است و این رو به فال نیک میگیرم. این سخنرانی در حضور نخبگان کشور انجام شد و آقای بزرگ در جریان اون توضیح دادن چرا برای جوان، برای علم، برای نخبه صرف وقت میکنن. من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، براشون صرف وقت میکنیم. واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید. واقعا هم صرف وقت میکنن و اهمیت میدن، مخصوصا اهمیت میدن. بر همینه که تمام نخبگان کشور رو دو زانو و چهار زانو نشوندن اون پایین و خودشون اون بالا از روی صندلی براشون سخنرانی میکنن. یعنی 4 تا صندلی برای این نخبگان نمیذارن که روش بشینن. همین نحوه برگزاری اینجور سخنرانی‌ها خودش الگویی از میزان و نوع اهمیت نظام مقدس به نخبگانه. حالا چرا اهمیت نمیدین؟ یعنی بخشید اهمیت میدین به نخبگان؟ چرا؟ برای خاطر اینکه ما یک سابقه تلخی داریم. در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن. در یک دوران طولانی از دوران قاجار تا دوران پهلوی. البته در دوران قاجار که روحانیون آموزش پرورش کشور رو به دست گرفته بودن و کلاسای درس جای خودشون رو به اکابر و مکتب خونه‌ها داده بودن رو قبول دارم، ولی در دوران پهلوی برای اولین بار در کشور اصلا دانشگاه ساخته شد که اتفاقا همین نخبگانی که الان جلوتون 4 زانو 2 زانو رو زمین نشستن افتخارشون اینه که از همون دانشگاه فارغ التحصیل شدن، همون دانشگاه‌های ساخته دوره پهلوی. یک کشوری بنشینه تا بیان مسشو ببرن، پولادشو ببرن، آهنشو ببرن، امکانات گوناگونشو ببرن، نفتشو ببرن، گازشو ببرن، با قیمت بخس با سین، یعنی خیلی ارزان. بعد هر چی که خودشون ساختن که باید فروش بره، باید درآمد براشون تولید بکنه، اونو بفرستن تو این کشور بدون تعرفه، بدون گمرک، بدون هیچ مانع و رادعی. اون کشور رو بازار سودبخش محصولات خودشون قرار بدن. این اون چیزی بوده که در ایران اتفاق افتاد. فکر کنم این اون چیزی که در ایران الان در حال اتفاق افتادنه. 10 ماهه سال 92 15,600,000 تن مواد معدنی صادر شده. این آمار یعنی افزایش صادرات مواد خام چه در پتروشیمی و چه در معدن. ایران رتبه 12 را در ذخایر معدنی جهان دارد، اما آمار صادرات مواد خام نگرانمان می‌کند. به ازای 24 ساعت شبانه روز 8,000 تن میزان بارگیری بوده که برای مواد معدنی در نظر گرفته شد. این البته به غیر از میلیون بشکه نفت خامی که روزانه خام فروخته میشه. چرا ما 60 میلیون تن ظرفیت رو 40 میلیون تن ازش استفاده کنیم؟ آقای رئیس میگه 1/3 ظرفیت تولید پتروشیمی‌های کشور به بهونه نداشتن خوراک خوابیده و از اون طرف بی توجه به ارزش افزوده چند ده میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی همین خوراک داره به صورت خام صادر میشه. یعنی کارخونه‌ش هم هستا که بشه این مواد خام رو تبدیل به مواد مصرفی کرد، اما چون اون مواد مصرفی رو نمیشه به قیمت بخس فروخت، نظام مقدس اون مواد خام رو همینجوری خام میفروشه به کشورهای دیگه. خام فروشی و حکایت سنگ هایی که پیش پای صنعت سنگه. سومین صادر کننده سنگ خام دنیاییم و اما در سنگ فرآوری شده. صادرات داریم نه به اون اندازه، نه به اون مقدار که جایگاه خوبی در دنیا داشته باشیم. سنگ فرآوری شده ارزشی 10 برابری نسبت به سنگ خام دارد و این فرصتی است برای ارزآوری در کشور تا
میلیارد دلار. 10 میلیارد دلار که چی میگفت آقای بزرگ؟ قیمت بخس. 10 میلیارد دلار که قیمت بخس نیست آخه. پس ما که مقتدرترین و پیشرفته ترین کشور بین عراق و افغانستان هستیم، یه دستگاه برش سنگ برای فراوری معادن سنگمون تهیه نمی کنیم تا همینجوری خام سنگامون رو به قیمت بخس بتونیم بفروشیم در ازای نابودی طبیعتمون. اینجا تنها کارخانه تولید سولفوره روی کشور در یزده. مهمترین مشکل این کارخانه تامین مواد اولیه هست، در حالی که این کارخانه بین دو معدن بزرگ روی با اعیار بالا قرار گرفته. خاک از این جلو کارخانه ما ماشین روزانه 10 ماشین از جلو کارخانه ما رد میشه میره تو بندر عباس، اونجا بارگیری میشه میره به چین و کشورهای دیگه. این البته به خاطر همون قیمت بخسه. خوب شد اسم چین اومد. حالا بد نیست بدانیم نظام مقدس این مواد معدنی خام رو که صادر میکنه چی وارد میکنه. از واردات الاغ و سنگ پا تا کلاهگیر. سنگ پا، میخ، طناب، پوست اسب، زغال چوب، خلال چوب کبریت، چوب پنبه و کاغذ سیگار برخی از کالاهایی هستند که امسال وارد کشور شدند. مجوز واردات پودر فلفل، سیر و سبزی آلمانی و ذرت فریز شده نیوزلندی صادر شد. در بین تمامی این اقلام وارد کردن میمون برای تحقیقات از ترکیه میتونه شگفت انگیزترین واردات ایران باشه. دیگه میمونه که میشه انداخت تو قفس خودشون زیاد میشن. ترکیه‌ایام این میمونا رو از اون جنگلاشون نگرفتن که اینم بعد وارد کنیم. تازه اینا اقلام ثبت شده است چون از مبادی رسمی کشور وارد کشور شدن. اون کالاهایی که از مبادی برادران ولایت مدار، یعنی اسکله های خصوصی بدون پرداخت گمرکی یا همون استراحت